سلام، علی کالی هستم. امروز در خدمتتون اومدیم با مود بتل اسنایپ. رفتم تو بازی، گفتم برم به باس استیشن. شروع کردم به کیلگیری. اولیش، دومیش، سومیش زدم. چهارمی رو که زدم رفتم بالا سرش یه اسکواد زدم. رفتم بار بعدی که گرفتم رفتم یارم رو بگیرم که از بازی لفت داد و خیلی بده، درک کردیم. رفتم یار بعدیمو بگیرم که یه هدشات ناز برای شما زدم. یارمو گرفتم، رفتم بالای صخره. از بالای صخره یه انمی دیدم که زدمش. ادامه داشت تا اینکه دو نفر رو زدم، یعنی یکیشون کیلدوزی بود یه جورایی و دوباره یه اسکواد زد. یاری که گرفته بودم و نگاه کردم، دیدم که چقدر نوبانه اینجا کشته شد. خیلی مزخرف. بار بعد رفتم فار، اولین کی رو گرفتم، دومین انمی رو دیدم زدم، سومی رو دیدم زدم. حتی از راه دورم به خاطر شما زدم که نگین اسنایپر نیستی، حتی حاضرم باتون دوئلم بیام. رفتیم همینجوری که به کیلامون اضاف شد، ادامه دادیم تا اینکه اینجا گفتم حتما سگام هم یه بهره‌ای داشته باشن. اینا زدنش با کلاس. اینم زدیم، رفتیم سراغ انمیای بعدی. داشتم ادامه میدادم تا رسیدم به این نقطه از مپ که خیلی بدم میاد، چون توسط یه اسکواد 3 نفره مرد. بار بعد دوباره اومدم با استیشن و همون اول کار 3 تا کیل گرفتم. بعد از این 3 تا کیل دوباره شروع شد، چون باتا بیشتر تو باس استیشن زیادترن، پس اون مپ باس استیشن رو ترک کردم. اینجا هم یه هدشات ناز زدم و همینجور ادامه داشت تا اینکه رفتم خودم اسنایپر رو برداشتم. با 9 تا کیل نفر اول شدیم و جالبیش اینه که تو مپ بعدی که بازی کردم اسکرین ریکوردر نگرفتم و با 14 تا کیل اول شدیم.